سلام دوستان، امروز اومدیم آموزش بدیم که شما چجوری توی ایکس رکوردر عکس توپتون رو تغییر بدین. شما میاین از مایکت ایکس رکوردر مود شده رو دانلود میکنین، میرین توش مجوزاشو میدین، بعد میاین توی ادیت، نه تو سیتینگ، اینجا میاره که کاستومایز فلو تاتینگ بال میزنین. شما الان نمیتونم من برم تو، ولی تو بقیه ها میتونم برم، چون که الان نمیشه برای همین نمیشه. میرین توش عکستون رو درست میکنم. حالا من الان عکسشو براتون میذارم. میبینید بچه، من الان رفتم توش ولی هیچ نمیاره. خب برای من الان نمیاره.